سلام، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم تو این ویدیو بهتون یه VPN درجه 1 معرفی کنم که از اولین روزی که نت قطع شده من دارم از این VPN استفاده میکنم و هنوزم که هنوزه برای من کار میکنه، چه با نت مودم، چه با نت گوشی، هر چیزی، چه به خاطر اینستاگرام، چه به خاطر یوتیوب، با هر دوشون کار میکنه. واقعا VPN درجه 1، حتما روی گوشیتون نصبش کنید بچه‌ها. پیشنهاد میکنم روی گوشیتون حتما نصبش کنید این VPN رو، چون که به دردتون میخوره دیگه. یه سری VPN ها نصب میکنید آقا بعدش هنوز از کار میافتن، ولی این VPN از اون موقعی که من نصبش کردم تا حالا از کار نیافتاده، من ندیدم. خب بریم سراغ معرفی این VPN. ببینید توی گوگل پلی سرچ میکنید هات VPN، این نرم افزاره با این لوگو و با این اسم. سرچ میکنید توی گوگل پلی هات VPN، دانلودش میکنید، نصبش میکنید و وارد نرم افزار میشید. صبر میکنید تا نرم افزار بالا بیاره. خب بچه‌ها اینجا اگه شما روی استارت بزنید هیچ اتفاقی نمیفته. بعضیا فکر میکنن این VPN خرابه یا وصل نمیشه. شما باید بیاید اینجا ببینید نوشته چوز سرور که آیکون جی پی اس و مکانی هم بغلش قرار داره. اینجا کلیک کنید و خودش ببینید وای میسه اون سرورهای قوی و سرورهایی که خوبن رو برای شما سرچ میکنه. ببینید این سرورهایی که قرمز هستن رو حذف میکنه و فقط سرورهایی رو میاره که کار میکنن. خب حالا توجه کنید که بچه‌ها سرورهایی که عدد پایینتری دارن سرعت بیشتری دارن. شما سعی کنید همیشه سروری رو انتخاب کنید که زیر 500 ms باشه. اینجا ببینید 500 ms، سعی کنید دیگه پایینترینش رو انتخاب کنید، چون که هرچی پایینتر باشه سرعت بیشتری رو بهتون میده. و من مثلا انتخاب میکنم 409، اینجا از همه پایینتره. 409 ms رو انتخاب میکنم، روی استارت میزنم تا این VPN برای من وصل بشه. ویدیو رو استاپ میکنم تا وصل بشه. فقط توجه کنید که از برنامه بیرون نرید، از این نرم افزار بیرون نرید، چون که قطع میشه VPN. خب VPN برای من وصل شد. میریم که تستش کنیم. صدام گرفت. تو این اینستاگرام که اینو تستش کنم. خب اینجا رفرش میزنم که آقا ببینید ویدیوها رفرش میشن و خب همینطور که میبینید VPN کار کرد و الان برای شما بالا آورد. به عنوان مثال من یکی از این ویدیوها روش کلیک کنم، مثلا ویدیو نشین میرم ویدیو بعدی. خب بچه همینطور که مشاهده کردید این VPN دیدید چقدر روون، چقدر قوی برای شما این اینستاگرام مثل هلو آقا بالا آورد دیگه از چی میخواید از این بهتر؟ یه VPN خوب درجه 1 که اصلا قطعی هم نداره. شما ببین اگه سرورهای ضعیف، این نکته رو بهتون بگم، سرورهای ضعیفی اگه براتون آورد شما مجدد برنامه رو ببندید و دوباره واردش بشید تا سرورهای قوی تری بیاره براتون. و اینم از این، چه این اینستاگرام چه سایت هایی که فیلترن، هر چیزی رو میتونید با این VPN وارد بشید دیگه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، به کارتون اومد، آقای VPN رو گوشیتون نصب کردید که کارتون رو راه انداخت، حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست داشتید هم حالا یه کامنتی مرامی بذارید. دمتون گرم.